بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک بعون الله تعالی ما درس‌های خود را آغاز میکنیم از کتابی دروس اللغة العربیه، درس‌های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با عربی حرف زده نمیتوانند. درس امروزی ما الدرس الاول، یعنی درس یکم. پیش از اون که ما درس را از کتاب دروس اللغة العربیه لغیر الناطقین بها قسم یکم آغاز کنیم، باید که اول به شرح این کتاب شناس شویم. این کتاب به خود خاص شرح دارد. هر کدام درسی که مثال آیدی همان شرح باشد، باید که اول از شرح همان درس را گذاریم. مثلا درس یکم گفته است که درباره هذا بود است. بنابراین اول درس را از شرح آغاز میکنیم انشاءالله. بعد از شرح تمام کردن انشاءالله درسی مستقل از خودی کتاب میگذاریم. معلوم میشود که اول ما باید که درس را از چی میگذاریم؟ شرح کتابی دروس اللغة العربیه لغیر الناطقین بها من الجزء الاول، یعنی شرح کتابی درس های زبان عربی برای کسانی که با آن حرف زده نمیتوانند، قسم یکم. کسی که کتاب ندارد یعنی میتواند از موقع ما کتاب ها را چکار کند؟ به دست آورد. گفته است که الدرس الاول، درس یکم، هذا. در این درس ما یعنی یک چند چیزها را میگذاریم. هذا این اسم اشاره است. ما هذا ما اسم استفهام است. هذا سریر همزه استفهام را میگذاریم و همچنین من هذا اسم استفهام را میگذاریم. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. نه، درباره هذا گفته است که هذا اسم اشاره للمفرد المذكر القریب العاقل و غیر العاقل. در اینجا استفاده بردن کلمه العاقل درست نیست و غیر العاقل نیز درست نیست. بنابراین درباره هذا ما چی باید بگوییم؟ هذا اسم اشاره للمفرد المذكر القريب العالم وغير العالم. معلومه درباره هذا چی بوده است؟ هذا اسم اشاره للمفرد المذكر القريب العاقل، والعاقل نگفته چی؟ العالم و غیر العالم میگن. در اینجا اسم اشاره فقط ذا می باشد. ذا اسم اشاره می باشد و در اولش هایی که است و رو میگن که ها التنبیه. ها التنبیه، الهاء هاء التنبیه، ذا اسم اشاره. وقتی که الهاء حرف تنبیه گفتن لا محل له من الاعراب، یکون اعراب به داخل نمی باشد چون که حرف است. و ذا اسم اشاره مبنی على السکون، مبنی بر سکون می باشد، یعنی که آخرش رو دایم به سکون خوانده می شود. بنابراین در محل می باشه، یا که در محل اعراب، در محل رفع می باشه، یا در محل نصب، یا در محل جر می باشد.
نعم. مثال ها برای العالم، مثال ها برای چی؟ العالم. هذا رجل، این مرد است. مثال ها برای با درو برای این برای غیر عالم، یعنی که عالم گفته در زبان روسی این را چی میگویند؟ ادوشویلانی و نیادوشویلانی میگویند، یعنی که جاندار و بیجان. برای همین یعنی هذا رجل برای بیجان باشد، هذا کتاب، این کتاب است. هذا ولد، در اینجا اسم اشاره معلوماتش چگونه می شود؟ یا که تعریفش اسم اشارت للمفرد المذکر القریب العالمی شده ایستاده است. هذا باب، هذا اسم اشاره للمفرد المذكر القريب غير العالم، لغير العالم، إن درس. هذا شيخ، إن شيخ است. ها شي شو دي سؤال؟ هاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب، يعني اسم اشاره گفته اسمی هست که اشاره میکنن. مفرد گفته برای شخصی تنها، یکی برای چیزی تنها. مذکر گفته مردانه. القریب گفته نزدیک، همونی که به او اشاره میکنن نزدیک است. العالم گفته یعنی که جاندار است. هذا شیخ. هذا قلم، ها الهاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، هذا اینجا حرف تنبيه میشه. ذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب غير العالم، چونکه قلم یعنی که این دار نیست، یا که بیجان است. اکنون ما هذا، ما هذا چیست؟ این یا که این چیست؟ ما اسم استفهام لغیر العاقل گفته است، خطا است. لغیر العالم باید شود، یعنی برای چی؟ برای یعنی که اشیاهای یا که چیزهای بیجان. ما هذا این چیست؟ هذا کتاب، این کتاب است. ما هذا، هذا کتاب. علامتی درست را مانده است گفته که یعنی صحیح. ما هذا، هذا کتاب صحیح؟ نعم صحیح. این عبارت درست است؟ بله درست است. ما هذا، هذا باب، این چیست؟ این در است؟ صحیح درست است. ما هذا، هذا قلم، این چیست؟ این قلم است. صحیح؟ نعم صحیح. ما هذا، هذا رجل، این چیست؟ این مرد است. خطا، خطا است، درست نیست. ما هذا، هذا ولد، این چیست؟ این بچه است. خطا. برای چی خطا است؟ زیرا اینکه این اشاره به جاندار کرده ایستاده است، اما اسمی استفهام یعنی که اسمی هست که به او پرسیدن میخواهد، این برای چی؟ غیر عالم استفاده برده میشد. این را ما برای میگن که ما اسم استفهام لغیر العالم. برای همین یعنی که دو جمله را خطا گفته شده، زیرا در اینجا رجل به خاطر همون رجل و به خاطر همون ولد در اینجا. هذا سریر، آیا این کت است؟ در اینجا همزه الاستفهام میگوین. همزه استفهام میباشه، این همزه میباشد که با واسطه این سوال میکنند، میپرسند. حرفون، این حرف میباشد. جوابه نعم او لا.
جواب برای این همزه الاستفهام چی می شود؟ نعم می شود یا که لا می شود. اهذا سریر، آیا این کت است؟ نعم هذا سریر، آره این کت است. اهذا رجل، آیا این مرد است؟ نعم هذا رجل، آره این مرد است. اهذا کرسی، آیا این کرسی است؟ لا هذا سریر، نه این کت است. اهذا ولد، آیا این بچه است؟ لا هذا رجل، نه این مرد است. اکنون من هذا، من این هم اسم استفهام می باشد فقط برای چی؟ برای عالم، للعالم، یعنی برای جاندارها. من هذا، کیست این؟ هذا طبیب، این پزشک است، این دکتر است. من هذا، هذا طبیب، صحیح. من هذا، هذا ولد، کیست این؟ این بچه است، صحیح، درست است. من هذا، هذا طالب، کیست این؟ این طالب است، این دانشجوی است، صحیح. من هذا، کیست این؟ هذا کتاب، این کتاب است، خطا. برای چی خطا؟ زیرا اینکه من اسم استفهام برای عاقل گفته است، یعنی که برای عالم باید باشد، خطا است. للعالم، برای جاندار می باشد. در اینجا صحبت درباره کتاب رفته ایستاده است. من هذا، هذا کتاب، خطا است. من هذا، کیست این؟ هذا قلم، این قلم است، خطا است، زیرا اینکه قلم در غیر عالم داخل می شود. اهذا طبیب، آیا این دکتر است؟ نعم، آره هذا طبیب، این دکتر است. اهذا کلب، آیا این سگ است؟ نعم هذا کلب، آره این سگ است. اهذا طالب، آیا این دانشجوی است؟ لا هذا طبیب، نه این دکتر است. اهذا قط، آیا این شیک است یا که گربه است؟ لا هذا کلب، نه این سگ است. نه این است. بارک الله فیکم درس یکم از شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها قسم يكم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.